سلام، خوب هستین؟ باورین برنامه مزه خوشم. بله، برنامه مزه برنامه است که ما بر شما ذائقه ها، مزه ها و طعم هایی که در داخل افغانستان وجود داره را معرفی میکنیم و امروز هم آمدیم جوس بخوریم و بر شما طعمش بگوییم که چی رقم است و طرز تهیهش نشان بدیم. سلام علیکم. معجون میخوایم؟ یک جوس امن و یک معجون بیاره. خب حالا میریم که ببینیم همین معجون و جوس امن چه رقم تیار میکنیم. سلام علیکم. بسته این ساعت شما خوب است؟ خب ما فرمایش دادیم یک معجون و یک هم جوس هم. میخوایم ببینیم تحمیل شما چه رقم جور میکنین، چی چیزا داخلشان مندازین و در کل شما کارت نکنین، ما فقط بسیار معجون که هست از خورما همراه شیر همراه کمی کله. قیمه وطنی البته شیر یخ هم داره. شیر یخ درست شد. معجون آماده است و ایره میمانیم و شروع میکنیم به آماده ساختن جوس هم. هم اول پوست میکنیم میندازیم اول کمی شیر بعد یک مقدار بسیار کم بوره ما منتظر هستیم که دیگه جور شده. تشکر. چی مزه میده؟ قیمه، شیر، کیله و خرما داخلش انداختن که دقیقا مزه همین چیزا رو میکنن، ولی مکسش چی میگن ترکیب همین چیزا بسیار مزه‌دار شده و یک معجون بسیار عالی است. با من فقط کلش انداخته خلاص کل چیزاش خودش کرد. قیمه وطنی داره که بسیار زیاد مزه میده. ببینن دیگه ما براتون یاد میتونم چه رقم بخوریم. تا که بیایم میره کلش میخورم. نخورده باشی. نه خورده هم یکی از میوه هایی است که خاص است. یعنی هر سال منتظر می باشم که فصل ام برسم و نوشجان. قیمه وطنی مزه شده چند کرده و همچنان ناریال خشک داخلش انداختن و مغزیات که دوست هم خورده نگم. داخلش چهارمغز هم داره، بادام هم داره. من خدایی سیر نکردم دیگه، کل شایی خورد. میخوایم یک چیز دیگه هم آردر کنیم. نه خب دیگه بس میرس خلاص شد. قبل از اینکه میرویس ظرفا رو بخوره
و میخوایم که از اینجا بریم و جوس ام با معجون خوردیم که بسیار زیاد مزه‌دار بود. برنامه ما هم اینجا به پایان میرسه تا برنامه آینده که ما با میرویس که تست میکنیم غذاها را برمیگردیم. شما را بالای یک تا میسپارم. خدا نگهدار. روز شبتان خوش.